گردآوری کرده، بگویم خلاصه نوشته کرده، اما اصطلاح معمولش معروفش بشه کسانی که آماده کنکور میخوانند شارت نوت جور کرده بگویم، یا هم خلاصه و شالودی کتاب ها را در چند جلد خلاصه کرده. من ازش دعوت میکنم، راستی تازه از بغلانم به کابل آمده به خاطر برنامه امشب و می آثارش را گردآوری کرده، تمام اینا را به خودم دارم. پیمان آریا، استاد آمادگی کنکور و گردآورنده کتاب های معارف همراه هستم. من ازشون دعوت میکنم که آریا صاحب بیاین. آریا صاحب بفرمایید. خوش آمدید. شبتان بخیر. سلام علیکم. خوب استی؟ بخیر صحتمند؟ مهربانی. بخیر آمدید ان شاء الله؟ بخیر سلامت. همین طرف بشی. بغلان خیرتی بود؟ فضل احسان. بخیر رسیدی؟ قرار بقراری. بیخی هوا خوب است یا نه اون طرف یا گرم است؟ حالا چند روز شده آب هوا سرد شده. سرد شده نه؟ کابل هم کم کم سرد است. تغییرات آمده. خوب است. خسته نباشی، راستی مانده نباشی. زنده و سلامت باشین. کتاب ها را من دیدم هر کدامش را وطنداران وقتی که میبینی میفهمی که زحمت کشیده شده. یک کسی شب و روز زحمت کشیده کار کرده تا این مجموعه را ساخته و حداقل یک کسی که آمادگی کنکور میخوانه بهتر و بیشتر میتونه ازش خوب استفاده کنه. خوب از خودت بشنویم آریا صاحب، کمی بیشتر که جزئیات بتی که چی به ذهنت گشت و کی گفته اصلا این کارو کو، او هم به خودت نه به دیگرا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک بی‌نیاز. ابتدا از همه سلام به شما تقدیم میکنم نجیب جان عزیز و آن دوستای ما که ما را از طریق پرده تلویزیون تماشا میکنن و آن دوستای ما که حاضرین در تالار هستند. و سوال شما برمیگرده به سال 1399 که من خودم صنف 11 مکتب بودم و یک سلسله مشکلات درسی که بود. ما که کنکور می‌خواندیم استاد بخش آماده کنکور بر ما یک هفته وقت میداد که ما یک کتاب بخوانیم و بسیار زمان در بر میگرفت که ما بفهمیم که از کدام استقامت کتاب سوال میاد، کدام بخشش مهم است، کدام بخش مهم نیست. و این مشکلات کنکور خودتون هم کنکور خواندین، از این مشکلات آگاه هستین. دیگه بالاخره این مسئله ما را مجبور ساخت که به این رقم مسئله توجه داشته باشیم تا که بتونیم که یک مصدر خدمت به اولاد وطن شویم. یعنی تمام مضامین جمع کردی خودت، از هندسه، از مدری پشتو شروع تا هندسه و مثلا تفسیر و کیمیا، اینا هر کدام از اینا را گرفتی. کتاب هایی که بخش علوم دین است هر کدامش جدا جدا، مثلا تفسیر جدا گرفتی به نام تفسیر پلاس و کلید اسلام پلاس. این جزئیات و این عناوین چطور انتخاب کردی که اومدی باز جمع هم دایش اضافه کردی؟ نجیب جان عزیز، موضوع قسمی است که اولی که درباره کتاب قسم براتون اگر اجازه داشته باشیم ما که معلومات بدیم که این کتاب قسمی است نجیب جان که مثلا می تحت نام گلستان آریا مثلا ما موضوع را جمع بندی کردیم. مثلا دری صنف 10 11 12 تمام مسائل در یک کتاب درج شدگی است. مثلا یک دری صنف 10 به مقدار 150 صفحه داره. ما تقریبا در 20 صفحه الی 30 صفحه ما مکمل خلاصه کردیم که اینمی کتاب دیگه یک شاگرد کنکوری فقط هم 20 صفحه یا 30 صفحه را شارتکت بخونه و حفظش بکنه، ان شاء الله که در سوالای کنکور بند نمیمونه و یا بسیار خوب نتیجه دادن. پلان بعدی چی است؟ این که 8 جلد است پیش ما فعلا. پلان بعدی بخیر فیزیکا زیر کار است، احصایه و احتمالات زیر کار است و دیگه کتابای بعدی تمامش دیگه در راستای کنکور ان شاء الله که پایلش کردیم دیگه ان شاء الله تا آخر هستیم امروز ان شاء الله. و کتاب های معرف شاید در مدت چند سال تغییرات درش بیاید. برای خودت هم ناگزیر دیگه تغییراتی باید بیاری در این مجموعه. 100% دیگه تغییرات که انسان ابدیت نشه بروز نشه دیگه امکان نداره. چی فکر میکنی با امی کتاب ها یک نفر میتونه جدا از اینکه مثلا در مکتب میخوانه پیش استاد امو کم بوتی ها را تکمیل بکنه، یا در پهلوی از این باید حتما همو کتاب های خود مکتب مثلا در بخش پشتو باید به کتاب پشتو هم سر بزنه، موردی که یا در هندسه باید به کتاب هم یک سر بزنه، یا امی کفایتش میکنه بیخی کلا اطمینان میتی؟ نجیب جان عزیز، امی موضوع خود شما بسیار بر دیگه هم سوال برشان پیدا شده. کتاب فانوس مرسل در پشتش در پشتش ما یک یادداشت نوشته کردیم فانوس مرسل. مثلا اگر جلد اولش دومش مشکل نداره، هر دوش پشت آخرشان یک رقم است. اگر مو یادداشت اگر شما بخونید مکمل خودش نوشته شدگی است. دمو پوش کتاب در پوش کتاب. خب یک قسمتش خب با داشتن این مجموعه ارزشمند ضرورت به کتاب درسی معرف نمی باشد. مکمل دیگه بیخی به شکل چالش ما گپ زدیم. به شک. خسته نباشی، بخیر باشی، خداوند کمت نکنه. شکر که جوانان ما مثل پیمان صاحب داریم که در کابل تنها در هر ولایتی که هستند زحمت میکشند به خاطر هموطن خود، به خاطر وطندار ما که دمی کشور هستند.
تشکر از حضورت. نجیب جان در آخر یک گفتنی دارم، خدا کنه که شما اجازه بدین و وقت برنامه تان گرفته نشه. ما دو پیام دارم در آخر. پیام اولی است که یک تعداد جوانا در شروع امارات خیلی ها بی‌ذوق شده بودن و خوشبختانه ولی کم کم رجوع کرده رئیسان به طرف درس و ازشانی خواهش دارم که بهانه های بیجای نکنه. اولا یک تعداد درس بگو که درس بخوان، اول سوالش است که ما خواندیم تو خواندی چی کردی؟ ما خواندیم اون کتاب نوشته کردیم در کل. زمینه خدمت شدیم به مردم. و یا ای که مثلا یک تعداد میگه که خواندگی ها چی کرد. دیگه در کل این انگیزه را دور بکنن، وظیفه است، کار است، درس است، دولت سرمایه گذاری میکنه، تمام مشکلات حل است. فقط یک قدم برداشته شود. گفته اینشتین که قدم اولی را بردار، قدم‌های بعدی را خدا پیدا میکنه. و از جوانای تقاضامند هستم که به طرف درس دوباره رجوع بکنم. و پیام دومی است که در برنامه امشب یک بار دیگه هم آمده بودم. دیگه در اونجا ما گفته بودم که کتاب ریاضی صنف 11 مکتب بخش ضریب همبستگی که سخت ترین سوال هم است و اکثریت کورس ها حتی در کابل هم استادای بسیار ورزیده به خاطر اینکه کتاب مکتب فرمول مکمل اشتباه گفته و چندین عنوان دیگه که پای هم میای از او استفاده کردگی هستن اشتباه کاملا. کتاب مکتب فرمول اشتباه گفته. از صفحه 291 الی 303 درس ها مکمل اشتباه. وزارت معارف اگر امروز ما همکاری داشته باشه میتونیم که امروزشان این مسئله را حل بکنیم. و در برنامه قبل ما میگه یادآور شده بودم مگر متاسفانه از هیچ ارگان دولتی بر ما یک زنگ هم نامد، ولی که ما میگه ما اشتباه باشه یک دفعه باید بخواین که میگه تو اشتباه یا گپ ما اشتباه است، اون مسئله را حل باید شود. دیگه ان شاء الله که ما سوالای کنکور هم حل کردیم و فرمولش هم یک فرمول تا خود ما زیر نظر گرفتیم. یک فرمول دیگه هم خود کتاب مکتب مشکل شد. نه خلاص جوانان موفق که همین قسم هستند. تشکر از حضورت و تشکر از شما وطندار عزیز. این مجموعه مطمئنا که ممید بوده. تشکر از اینکه بیننده برنامه امشب هستید. وقفه کوتاه را ببینید. زود برمیگردیم. امشب ادامه